بوتان آذری ای چهره زیبای تو رشکی بوتان آذری هرچند وصفت میکنم لیکن از آن بالاتری هرچند وصفت میکنم لیکن از آن بالاتری تو از پری چابک تری از برگ گل نازک تری از هر چی گویم بهتری حقا عجایب دلبری از هر چی گویم بهتری حقا عجایب دلبری تو جان شدی تو من شدی من تو شدم من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری آفاق را گردیدم بهری بوتان ورزیدم بسیار خوب دیدم اما تو چیزی دیگری هرگز نیامد در نظر صورت زیرویم خوبتر شمسی ندانم یا قمر یا زهره یا مشتری خسرو غریب از تو گدا افتاده در شهر شما شاید که از بحری خدا سوی غریبان بنگری شاید که از بحری خدا سوی غریبان بنگری آرامی جان من شما. درود تماشابینان عزیز، از همین محیط صوت و نوا بازم برنامه خاطره ها پیشنهاد می شود و امروز ما بازم رو آوردیم به ژانر شش مقام و رو آوردیم به کنسرواتوری ملی تاجیکستان و امروز در برنامه دوستی همیشگیمان زهرشاه حیدرов تشریف آوردن و در ابتدای برنامه بهر ما و شما
دانشجوی کنسرواتوری ملی تاجیکستان موهیبه شاکر و یک ترانه خیلی زیبا اجرا کردند و من باور دارم که همراه ما نیز شما در هوای همین ترانه خیلی راحت بودید و روحیتان بالیده گردید. تشکر میگویم موهیبه بانو برای اجرای همین ترانه. این ترانه مال کیست و کیها این ترانه را سراییدند با اینقدر زیباگیش؟ اولا سلام خود را به دوستان برنامه خاطره ها میرسونم و چنانه که سوالی بسیار خوب و به مورد دادید و این سرود این ترانه یعنی اوفری آرامی جان که یکی از مقام هایی که بسیار معمور است و بسیار مشهور است و تمام هنرمندانی که امروز در شش مقام فعالیت میکنند و پیشتر استادانی که فعالیت کردند این ترانه را سراییدند. شعر و آهنگ بسیار به یک جایگی تلهم آمده است و این در مقام دوگاه تعلق دارد و این سرخباری آرامی جان و اوفری آرامی جان چون سلسله همیشه سراییده می شود. همین سرود به موهیبه خان بسیار خوب یعنی هضم شده است و بسیار خوب می سرایند. من پیشنهاد نمودم که همین سرود رو در این برنامه سراییده باشند و امروز کم بانوان دیده می شوند که شش مقام سرایی می کنند. بله. باید ما پیوسته جستجو نماییم چون این دخترانی که آواز خوب دارند، لیاقت خوب دارند، باید آنها را شش مقام را آموزانیم. چون در پیشتره در انسمبل شش مقامی کمیته تلویزیون و رادیو برنا ایساق و استاد مستانه ارگش و همین گونه شایسته ملاجان و بسیار زنهایی بودند که هر یکی آنها به خود یک مکتب خاص داشتند و معروفیت داشتند. مخلصان خود را بله داشتند. مخلصان خود را داشتند و همچون شش مقام خان احترام میکردند، احترافشان میکردند و باید ما همین گونه دختران را باید جلب نماییم. باید با آنها شش مقام را آموزانیم. سالهای اخیر من بسیار دیده ایستادم که دختران کم به این موسیقی ملی توجه دارند. می آیند به موسیقی استراده، به آن موسیقی که شو است و بسیارتر می خواهند که معروف شوند. هنرمند اصیل می تواند در همین ژانر مشهور شود، معمول شود و باید ما پیوسته همین دختران را جستجو نماییم. در تمام ناحیه ها من باوری دارم که در تمام مکتب هایی که امروز هستند همین گونه استعدادها هستند، فقط آنها را شناخت. باید همون آموزگارانی که در مکتب ها درسی سرود می آموزانند باید آنها را تربیت نمایند به همین موسیقی ملی و ماهیت همین موسیقی ملی خود را باید با آنها نقص فهمانند. بله. چون که شاید از ندانستن آنها می آیند ممکن رو به موسیقی غیر می آیند یا شاید از مشکلی این ژانر است. من فکر میکنم که اینقدر هم مشکل نیست، فقط باید دوست داشت. اگر همون محبت داشته باشید به موسیقی و میخواهید مثل برنا ایساق که عصرهای عصر نام آن در تاریخ الکی با یک خط زیبا نوشته شده است، باید همین گونه اگر آرزو نموده باشد هر یک دختر میتواند. برای مثال همین ترانه در نظر من یک ترانه ساده بود و یا با صدای موهیبه خیلی راحت بود. بله بعضی نازکی ها هست، فقط این رو همون در وقت آموزش، در وقت دانشجویی، در وقت همون با استاد همکاری کردن و آموختن این نازکی رو حتما می آموزید و پیش از آنی که این سرود رو می آموزید ببینید به دایره خوانده ایستادند. یعنی احساس در درون هست. موهیبه هم دایره می نوازند، هم تنبور می نوازند و همون موسیقی را احساس می نمایند و من کم هنرمندانی که زن هستند می بینم که به دایره خوانده نمی توانند. باید به دایره خواندن به علاقه باید شما هم حتما باید ضرب نوازید، همون دایره را نواخته باشید، همون احساس می نمایید. یعنی علاقه به همون محیطی سرود خواندن و احساس موسیقی تیز می درآیند و بسیار شنوایی خوب دارند و در کنسرواتوری یکی از دانشجویان نمونوی هستند و من باوری دارم که در آینده یکی از هنرمندان خوب شده به تمام در انسمبل هایی که امروز هستند فعالیت میکنند و برای موسیقی خدمت میکنند. گفتید که به دایره میخواند، با دایره خواندن به آوازخوان چی کمک میرسوند؟ ضرب میدهد؟ بله، وقتی هر یک سرود رو میسراید البته همون بوم و بمش رو احساس مینماید، سپس میسراید
و وقتی که دایره نباشد بوم و بم رو در دل احساس میکنیم. با دوتار و تنبور سراییدن بسیار مشکل است، چون که با جور باید سرایید. کمی ناجوری الکی به گوش مخلص، به گوش شنونده میرسد. اگر انسامبل پرتر باشد، بعضی نازکی ها، بعضی ناجوری ها رو این انسامبل میپوشاند و همون شنونده احساس کرده نمیتواند. وقتی که با دوتار و تنبور میسراید یا که با تنبور میسراید، الکی همون کمی اگر ناجوری، کمی از ضرب برآمدن یا کمی کشیدن، الکی همون شنونده احساس میکند که چی خطایی در اینجا هست. محیب خان یکی از لوریت آزمونی تاجیکستان وطنی عزیز من که جای یکم گرفتند و بسیار باعث افتخار است. من خودی استادشان هستم. امروز در دست من تحصیل نموده شدند تا به اینجا رسیدن. الکی این کس در مکتب میرت الله عطایف تحصیل نمودند و سپس اول پیش از در شهر کانی بادام خود استاد شهرت جان ارگش رو برای این کس آموزاندند و یک چند استادان را الکی این کس آموختند و سپس به کنسرواتوری آمدند. بسیار شنوایی خوب دارند و من بسیار امیدی کلان دارم از این دختر. ما نیست. بله. و بیاید محیب بازم یک ترانه دیگر اجرا کنه. یک سرود دیگر چپانداز نوا از مقام نوا، مخمسی حیا بر غزل ناظم. بسیار یک سرودی کلان حجم است و هر یک هنرمند بسیار دیاپازون کلان را طلب می نماید. من فکر می کنم که از اجرای این سرود محیب خان به خوبی می برآیند. شیرین کلام آمد چو در دل آرزوی صحبتی شیرین کلام آمد زنامی او زبان را لذتی شکر به کام آمد به بزمی می پرستان دختری از در خیرام آمد عروسی بادم است از پرده مینا به جام آمد طرب را مژده دامادی عیشی مدام آمد طرب را مژده دامادی عیشی مدام آمد گلزاری که سروی قامتش از باغ می‌رقصد ز خوبی و نهالی قامتش شمشاد می‌رقصد یارم.
چون سیدی که از سیدی غمش آزاد می‌رقصد آه یارم لبی چوکی قفس میخندد و سیامی رسد نمیدانم کدامی سیدی آزادی بدام آمد نمیدانم کدامین سیدی آزادی بدام آمد یادای مرا با نقطه سنجان استم سازی زبانی خجلتم از من نیابد حرفی غمازی رسیده صحبتی صاحب دلانم چون سرافرازی زی فیضی خاکساری بودنی از من نکته پردازی اگر نازیم به بزمی اهل عرفان دوستگاه آمد دوستان عزتمند محبه شاکرова буданд донишҷӯи консерваторияи миллии тоҷикистон ки як таронаи хеле зебо аз пардаҳои шашмақом баҳри шумо пешниҳод карданд ва зоҳиршо ман гумон мекунам ки таронаҳои шашмақом бо садои зан зеботар роҳаттар аст ё ман зан ҳастам ҷонибдори занҳо ҳастам не бисёр хуб гуфтед пештар фақат мардҳо месароиданд ва вақте ки занҳо дар ансамбл пайваст шуданд боз ҳам ҳамун нозукии шашмақом хубтар эҳсос шуд чун барнои исоқова месароиданд ҳама мафтун мешуд ба шашмақом яъне бинед як шахс чӣ гуна метавонад як таъсири худро ба мусиқӣ расонад бо баробари барнои исоқова хондан дӯстдори шашмақом зиёд шуд мухлисони шашмақом зиёд шуд ва чаро мо бояд ҳамин гуна набошем бояд ҳар яке мо пайваста аз болои ҳунари худ истеъдоди худ ҳамин мусиқии худро нағз дӯст дориму илмашро хуб омӯзем ман боварӣ дорам ки ҳамин гуна ин муаррифгари мусиқии миллӣ мо аст бояд мо бисёртар ҳамин сурудҳоро сароем шашмақом фалакро бояд мо бисёртар муаррифӣ намоем мисол дар давлатҳое ки мисол ҳамсоя ина туркия гӯем муқомҳои худро эрониҳо ҳамаи онҳо мусиқии худро муаррифӣ мекунанд чаро мо мусиқии миллии худро монда ба дигар мусиқӣ рӯ меорем
باید ما با همین موسیقی باید افتخار کنیم، یک شناسنامه ملت همین شش مقام فلک. باید در کجا ما همین اگر از دولت خود بیرون برایم حتما با همین افتخار میکنیم، چون که ما مثل موسیقی آنها خوانده نمیتوانیم. هزار کوشش کنیم، هزار حرکت کنیم هم مثل آنها سرایده نمیشه، چون که آنها در همون محیط در همون فضا به دنیا آمدن. باید ما همین فضایی که امروز داریم، همین محیطی که داریم، باید ما شش مقام و فلک خود را باید به جهانیان معرفی کنیم. از شنیدن این الکه احساس نمایند که این مال تاجیک است. و واقعا کی گفته است که شش مقام رو همه گوش نمیکنند؟ مهم چگونه پیشنهاد میکنیم. بله. و از خود ما هم وابستگی دارد. باید ما به مردم خوب رسانده توانیم. چون که ما خوب ناز رسانده نمیتوانیم، یعنی گناه رو به عیب مردم میکنیم. باید پیش از آن عیب خودمون باشد. باید ما پیوسته باز هم مشق کنیم. باید همون سخنها رو جا به جایش به مردم رسانیم که ما چی میخواهیم، چی گفته میتوانیم. باید همین گونه باشد. و این یک بار پیدا شده نمیتواند، چون که این موسیقی بسیار بزرگ است. با آموختن میگیرید و از آموختن بسیار نازکی رو از خود میکنید. چون که شاید ما در همون نازکی رو به مردم رسانده نتوانسته ایستادیم. این ممکن عیب ما باشد. واقعا هم بعضی ترانه های شش مقام گویا که وقت ندارن. مثلا همین ترانه من احساس نکردم که چگونه به اتمام رسید، زیرا که غرق همین ترانه شدن و اینقدر یک حسیات زیبای بیدار میشه در هوای همین ترانه. و این موسیقی شما الکی پیخست کرده باشید، همین ساختار مثلی همین سرخط، میان خط، دو نصره اوج میبراید، یک نمود میبراید، نمودی محیر میبراید، با یک نازکی دارده. وقتی که همین موسیقی رو الکی شما احساس میکنید، گوش میکنید، خیلی یک رنگی موج میره، موج دریا، ولی بالا میبراید، در اوج میبراید، با میفروید، یک مثل بحر است. مثل بحر است. باید ما همین موسیقی رو، من فکر میکنم که نه هر کس شش مقام گوش کرده میتونه. آن شخصانی گوش کرده میتوانند که سواد دارند، از ادبیات باخبر هستند، از شاعرانی که امروز کلاسیک و از شاعران امروزه باخبر هستند. اگر کمی دانش داشته باشید، کمی یک هنری موسیقی فهمی داشته باشید، من فکر میکنم که احساس مینماید این چیزها رو. و شش مقام یک جذابیت دیگر نیز دارد. حتی اون نفرانی که از دنیای موسیقی باخبر نیستند، اون نفرانی که گفتید که باید داننده خوب ادبیات باشند، داننده خوب ادبیات هم نباشند، اگر شش مقام رو با توجه گوش کنند، بعدا توجه پیدا می شود. بله. که این ترانه چگونه سراییده ایستاده است و چگونه تاثیر می رساند، بعد ذوق پیدا هم می شود. بله بله. و بیاد در ادامه یک ترانه دیگر پیشنهاد کنیم. سرودی نوبتی تنوار، شعر از استاد میرزا ترسونزاده. مرحمت. تو تنهایی کشیدم درد من بالا گرفت، بی تو تنهایی کشیدم درد من بالا گرفت، دید رنگی من طبیب بود در بری من جا گرفت، دوست یارم دید رنگی
دوست یارم شکفتن های گل ها باغ ها گلگون شدن شکفتن های گل ها باغ ها گلگون شدن غنچه امید من یک گوشه صحرا گرفت دوست یارم غنچه امید من یک گوشه صحرا گرفت دوست یارم از یکی پرسان شدم که یاری من بی من چی کرد از یکی پرسان شدم که یاری من بی من چی کرد گفت بی تو چقدر زیبا. اگر همین اجازه رو می داشتم خواهش میکردم که یک مرتبه دیگر این ترانه را به تکرار بخوانید، ولی میدونم که کارگردان از اون طرف اجازه نمیدهند. در واقع این ترانه را چقدر آوازخوان‌هایی که نسراییدن، ولی با هر صدا، با هر اجرایش این ترانه باز یک جذابیت دیگر به خود کسب میکند. چقدر یک ترانه زیبا است و من باور دارم که 100 سالهای دیگر این ترانه باقی میماند در میان مردم. بله، و تا حال در معرکه های مردم، روزهای خرسندی مردم حتما همین سرودی تنوار صدا میدهد و مردم در همین هوای ترانه رقص میکنند، خرسندی میکنند و این یک باعث افتخار است. ببینید چگونه یک موسیقی زیبایی که هم از جهت آهنگ هم از جهت شعر یک انسان را تربیت میکند. بله، یک ترانه هست که آرام است، هم به گوشه آرامی میروی و یا بعضا حالتی هست که واقعا هم در زیر نوای این ترانه رقصیده می شود. بله. و تشکر میگویم به محبه جان برای اشتراکشان. واقعا هم یک برنامه خیلی راحت، یک برنامه خیلی زیبا و یک برنامه تاثیر بخش بود و تشکر برای شما. سلامت باشید دوستی عزیزی ما که همیشه با ما هستید و همیشه همینجا ترانه های ماندگار، ترانه های زیبایی از دنیای شش مقام برای تماشابینان پیشنهاد میکنیم. تشکر زیاد. برای شما تشکر زیاد میگوییم که ما رو همچنین با همراه شاگردان ما دعوت می‌نماییم و شاگردان ما در نزد مردم امتحان میسپارند، یعنی آن پیشروی خود را، همون هنر خود را با بهانه همین برنامه باز هم صیقل میدهیم.
زهرشاه ҳамеша инҷо биёед, мо шуморо ҳамеша интизор ҳастем. Ташаккури зиёд. мисли ҳамин рӯз. Ва тамошобинони азиз, ҳоло бошад барномаи хотираҳоро ҷамъбаст мекунем ва шашмақомро ҳамеша дӯст бидоред. бовар кунед, ин як ҳиссиёти аҷибе барои шумо медиҳад. хайр азизон.